محترم ببر درست است آقا. در اونجا پارکش کن. حتما. چی شده مادر؟ ای چرا اینجا آمدیم؟ بهتر نبود به یک جای پر ازدحام و معروفتر میرفتیم؟ مادر جان باندگی گپاره. خواستم مادر و بچه به غذا خوردن بریم. اینجا بسیار یک جای آرام است. درست است. در صورت به چند خبرنگار زنگ میزنم تا بیاین عکس بگیرن. مادر و بچه با هم غذا خوردن گفته خبر جور میکنن. صحیح شد. بیا که بریم حالا. سلام، روز بخیر. خوش آمدین خانم موگه. افتخار بخشیدین. بفرمایید. اونجا را ببینین دخترم. بفرمایید. مادر میشه بیرون بشینیم؟ هوا بسیار خوب است. نمیفهمم اما بیرون سرد است. مادر جان لطفاً اگه نه چند دقیقه بعد خوراک گرگا میشم. سلام. میشه بابا یکی تعریف بگیریم؟ لطفاً تعریف میگیریم. دوستم نداره، دوستم داره، دوستم نداره. دوستم نداره برآمد. خدا صبر بتید. حالا دیگه بریم. صبر کن، من هنوز نوشابه من خلاص نکردیم. باز از خانه بنوشش. بیا بریم. خانم محترم میشه با شما یک قطعه آی نه نمیشه. دستور درست است. بیا تو هم بیا. چی میکنی؟ خانه نمیری؟ بیشی جیران بیشی. چی میگی؟ امیر جان تو چرا فوت شدی؟ ما فوت نشدیم. مادر بگو جانم. امروز بسیار مقبول شدی. از برای خدا دیگر روزا مقبول نمی باشم. امروز مقبول شدیم. نه تو هر روز مقبول می باشی اما امروز متفاوت تر از دیگر روزا شدی. فقط که در زندگیت کسی داخل شده که تو را خوشحال می سازه. از او خاطر چشمایت مثل الماس می درخشن. توبه روزگار توبه. امیر جان امیاله برم بگو که تو از کی و به خاطر چی پد میشی؟ نکه یکی از دو دختر و دوست دختر سابقت هست. چت یاد نگو دختر. باورم نمیشه. به خاطر اون دختر به وعده که به من داده بودی و دختر تو چی گفته میری؟ نه من هر چیزی را که باید میفهمیدم فهمیدم. چی را فهمیدی؟ از برکت تو هم عشق دیدم هم خیانت امیر جان. دختر جان کمی پخشتر گپ بزن. توجه کلاگیری جلب میکنی. همون دختره رفته او رو پیدا کردی؟ خدا چند بار برات بگویم کسی که او رو زندگیش نجات دادی من نبودم. یا اون صورت کی بود؟ من. تو بودی؟ کسی که گلای دیروز روان کرده بود تو بودی؟ نام خدا نوشته نکرده بودی؟ من فکر کردم که شاید یکی از عاشقای مخفی و پنهانیم روان کرده باشه. گرچه به گل فروش نگفته بودم که نام من نوشته نکنم شاید فراموش کرده باشه. بسیار تشکر جانم. خب آقا حسن دیگه کی است؟ کسی نه. یعنی زیاد خوش ندارم زندگی شخصی من همراه بچه‌ام شریک بسازم روزگار جانم. پس در صورت دقت کنین مادر جان که شکار روزنامه نگارا نشین. به خاطر که من خوش ندارم زندگی شخصی مادرم در روزنامه ببینم. بچه ما کلان شده ای گپایش بیبی. بچه ما خسته شدیم از بس در روزنامه خواندم که کی معشوق جدیدت هست. امروز میفهمی چی رو شنیدم؟ او مدل قبلی ترکیه که بود، نه عمو که در سریال جوانی نقش بازی میکنه. میگن او معشوقت بوده ها؟ مادر او معشوقه پشوقی من نیست. فقط چند دفعه دیدیم خلاص. فقط همو تو؟ دقیقا. اوف بچه من نفهمیدم تو چی وقت میخوای یک دختر برای دائم انتخاب کنی ها؟ هر وقتی که دختر پیدا کنم. خب این دختر مورد نظر تو چه قسم یک دختره؟ مثل من. اگه او مثل من سر وعده خود استاد باشه
یا به خاطر که کدام کار مهم داشته به پارک آمدن نتونسته، یا اینکه روزا رو اشتباه کرده باشه، روز دیگیش رفته باشه، میشرمه شده باشه، یا امیر جان ببین اگه دو عاشق از هم جدا کنیم بسیار گناه داره، اگه عاشقا رو به هم برسانیم ثواب داره. حالا دیگه سخت جواب نبره تلفن این بچه یا آدرسش یا کدام معلومات دیگه اگه ازش داری برام بده. از برای خدا از سی دخترها چی کنم بیخی دیوانه شدم. بسیار تشکر. بای بای جانم. یا محمد خانه معروف پاپ روزگار نیست؟ امیر جان اون طرف بی امو هست. اگه او باشم با تو چی؟ دختر جان پیش روی طبیبی این طرف و طرف چرا سیل داری؟ باز طرفش دست تکانم میتا. ببین اون طرف من دستش تکان داد. چرا طرف مردم دست تکان میتی؟ این گپه چی منامت امیر جان؟ او بچه معروف ترین آوازخانه پاپ هست. تو طرف هر آدم مشهور دست تکان میتی؟ اولین بار است که او را از نزدیک میبینم بان که ببینمش. تو بخی که یک دفعه قدرتا ببینم چه قصدی. اینو میخیزم. در جایت پیشید و از جایت خیستی. خب خودت گفتی یک دفعه بخیمم خیستم دیگه. اما این بچه از چیزه که در تلویزیون مالا میشه مقبول تر بود. خب با ما چی جانم؟ نوش جان صاحبش. آمین. او کی است؟ او دختر کیه؟ کی؟ امو که لوده دست تکان میته. نمیفهمم مادر. شاید از علاقه‌مندایم باشه. از اینکه عاشق کدام دختر شوم و همراهش عروسی کنم میترسی؟ نه جانم از اون نمیترسم. از این میترسم که همراه دختر عروسی کنی که لیاقت تو را نداشته باشه. بیا از دختر مورد نظر تو باید از یک فامیل ثروتمند باشه و یا از فامیل مشهور یا که خودش مشهور باشه. اما تو نیست؟ البته که باید اما تو باشه. یعنی امیدوار هستم با این فکر نباشی که همراه او تو یک دخترایی که پیشتر دست تکان میداد یا با آدمای عادی عروسی کنی. آیی روزگار تو بکدم. اگه ای تو یک کار کنی عاقت میکنم بچم گفته باشم. گپای ناق نزن مادر. کجاش گپ ناق هست؟ تو یک سوپر استار هستی. سوپر استارا چی میکنن؟ همراه دخترای جوان عروسی میکنن که او هم ستاره باشه. باز چی میشه ها؟ این دو زوج ستاره های بسیار مشهور میشن که هیچ کس با اونا نمیرسه. هوشیار باش. میبینم که تو هم بسیار حسود برآمدی. من چرا حسادت کنم؟ به خاطر من. اما بیبی از میونه برات گفته باشم من خوش ندارم. نمیخوام که حسود باشی. یعنی درست است باید حسادت کنی به خاطر که اگه حسادت نکنی یعنی که مرا دوست نداری. اما اگه حسادت میکنی در جایش حسادت کن. درست است؟ ای چه خواستم مینوز که هیچ از خواندنش خلاص نمیشی. آقا هالوک ما از کجا میفهمیدم که این مرد رئیس خدیجه است؟ ایره در سرتان بانین که نمیزنم میگم نپونده. زنده باشین. نخیزین خوب است. آی خوب هستی؟
بله خوب هستم. شب نان همراه ما میخوردین. برانی بانجان پخته کردیم. زنده باشین خاله. اقلت خوردیم که جایی نمونده. هنوز از نان شب گپ میزنی؟ چی میکردم لالا؟ به نان دعوتش کردم. بیخی خانوادگی کل خراب است. قد کرایی ده فرق میزنه باز بای بایم میکنه. خیر ببینی اما زنده باشی. قابلش نیست دخترم. خدیجه چرا تو میگی دخترم؟ اگه بره با پدر خود بگه باز تو رو از کار بکشه چی خواد شد ها؟ من صبح همراهت میرم از رئیس صاحب معذرت خواهی میکنم. نه پدر نیاز به معذرت خواهی نیست. ما وقت استعفا دادیم. چی استعفا دادی؟ بله کسی که خودش استعفا داده باشه او را هیچ کس از کار اخراج کرده نمیتونه. دخترم چرا از کار به خوبی استفاده دادی؟ باید اما تو میکردم اما یعنی برای من خوب شد. یکی 2 روز استراحت میکنم و بعد از یک کار دیگه پیدا میکنم. اتو نیست که بیکار بانم. حال سرم درد میکنه. به اتاق میرم و کم استراحت میکنم. شام باز میبینی. خوب شد که بخیر گورت گم کردی. این موترشان بسیار مقبول بوده. دیگه کی است؟ نمیفهمم. شاید مشوقه قدیمیت باشه جانم و تو را به چای خوردن دعوت کرده همه تو نیست؟ چی؟ تو چرا از اول برم نگفتی که کسی در زندگی هست؟ دختر غیر از تو دیگه کس در زندگی من نیست. نه؟ بفرمایین. بله؟ با منابع بشری بیایم؟ درست است. بله تا نیم ساعت دیگه میرفتم. خوب است با امید دیدار. دیروز یکی از مراکز خرید و فروش فرم خانه پوری کرده بودم. حالا مرا با ملاقات خواستن. بسیار خوش شدم. تو از اینجا مستقیم خانه میری. بیبی با بابا جان چیزی نگوی درست است؟ اگه اونا مرا قبول کردن باز خودم برشان میگم. من از اینجا چه قسم خانه برم؟ مثل آدم واره برو. حالا دیگه گوشه برو. او را نمیگم. یعنی چه قسم راه خانه را پیدا کنم؟ از همون راهی که آمده بودیم پس برو. وقتی که می آمدم هیچ فکرم نبود که چه قسم آمده. او اسکای میلیباس هم میبینی؟ من در میلیباس خانه برم؟ اسکایش هم میگم دختر اسکایش هم میگم. میبینم. در اون ایستگاه که رسیدی در دست چپ یک سرک خورده است. مثلا چقدر خورده است؟ دختر تو را چی که چقدر خورده است چقدر کلان است؟ سرک است دیگه داخل که میشی اونجا میشی. تو بچه رو نمیخوای گوشم چیغ میزنی آدم باره آیسا گفت زدن نمیتونی؟ بیبی داخل همون سرک میشی درست است؟ یک سرک دیگه میاد که کمی بلند است. باز همه تو که رسی استراحت میکنم. چطور؟ خب میشینم استراحت میکنم. یعنی اگر راه پیاده برم باید بشینم یک نفس بگیرم به خاطر که مانده میشم. درست است. آرام باش امیر جان آرام باش. بیبی با چی رقم آدم ها سر کار داری؟ نه که تو دیوانه هستی چرا که خود گپ میزنی؟ نه دیوانه نیستم اما تا 5 دقیقه دیگه یعنی فکر میکنم دیوانه خود شد. ای خی خدا شفا بده جانم. اگه میخوای الان تو رو پیش دکتر میبریم باز من میرم. دختر جان تو یک دقیقه چوب باش یک دقیقه گپ نزن. بیبی از اونجا که بالا شدی اول طرف چپ باز طرف راست میری خلاص. اگر فکرم نشه اول طرف راست بعد از اون طرف چپ برم چی؟ چرا فکرت نمیشه دختر؟ قرار دور و دراز است که هر کسی باشه غلط میکنه. اگه تو هم باشه غلط میکنی جانم. دیگه خدایا من زندگیم چی گناه کردم که تو یک عذاب میبینم؟ خدایا من چی کردم؟ خدایا من یک فکر بهتر دارم. ای وای خدایا چی هست؟ چرا همراهی تو نرم جانم؟ کجا؟ سر کاره. شاید رفتنم برات کدوم فایده کنه. در ملاقات کاری ما به تو هیچ فایده ای نمیرسه دختر. مثلا در این امتحان سخت کاری میتونم برای روحیه بتونم که کامیاب شوی. گپای مفت نزن لطفا. حالا دیگه سعید خیلی من خودم خانه میرم. بهترین کارو میکنی.
خانه که رفتم با خدیجه خواهرت شیرین گپ میزنیم. باز اگه او پرسان کرد کجا رفتین، چی کردین، چی نکردین، شاید من نتونم تحمل کنم این روز بزرگی که بین ما هست افشا نشه ها جانم. یعنی باید برایش بگویم جانم. نمیفهمم، یعنی قسمی که مرا تنها طرف خانه روان میکنی و غیر از فکر انتقام چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. فهمیدی؟ تو مرا اخطار میکی؟ بله. خیلی تو هم بیا. اما در داخل فروشگاه فقط میگردی، همراه ما در ملاقات نمیایی، درست است؟ بره. باز دست ما گرفتی؟ بیا بابا بیا. برات سیب آوردیم. نیاز نیست بابا جان، ما گشنه نشدیم. دخترم چیز مهم خونه آوردیم، یک چند تا سیب است. اینا را بخور که کمی ویتامین بگیری. تو بیادرای هیچ صحیح نان نمیخورین، کارم میکنین، ولی میترسم که شما را کدام چیزی نشه. خدا نگاهتون کنه. بابا جان اینو میخورم. آفرین. تو که خورد بودی میگفتن کاپی پدرش است، اما وقتی کلان شدی و جوان شدی رفته رفته مثل مادرت شدی. انشالله که عمرت مثل او نباشه. پشت مادرم دق شدیم بابا جان. مام، اگه شما نمی بودین اصلا نبود مادرتان تحمل نمیتونستم. وقت مادرتان رفت فقط شما را به من امانت نداده، مرام پیش شما امانت مانده و رفته. بابا جان ای تو نگو لطفاً، اگه نیال گریه میکنم. گریه که دخترم گپی نیست. بابا جان وقتی ما از پیشت بریم چی میکنی؟ شما برین؟ نه که تصمیم ازدواج داری؟ بابا جان این گپ دیگه از کجا شد؟ یک دقیقه این حالو که بچه رئیس تصنیع؟ بله هست. در بینتان کدام رابطه عاشقانه است؟ با او خاطر تا دانه دروازه آمده بود؟ بابا جان ما او را شکم سیر لد کردیم. بین ما و او رابطه عاشقانه را خوبان، رابطه نفرت هم نیست. بسیار بده میایه. بیاز و ازی بعد یک جای کار نمی کنیم دیگه، خدا نشانش هم نده. نه که تو به خاطر او استفاده دادی دخترم، ولی به خاطر التماس کردن آمده بود که پس بیایی سر کار، نه که در سر کار همراهیت رویه بد کرده. بابا او مرد به هر صورت تو بانشه. این جدایی برام بسیار خوب شد. من نیاز به کم استراحت دارم. در خانه میشینم کم استراحت میکنم، از کار کردن اونجا خسته شدیم. هر کاری که سلام میبینی انجام بده دخترم. من فقط نمیخوایم که تو بیکار بانی. من 10 سال تجربه کاری دارم. تو هیچ تشویش نکو بابا جان. انشالله دخترم. حالا تو سبت بخو کمی استراحت کن. امیت در دکان تنها ماندیم. من میرم دکان. شب در وقت نان میبینیم. آخر سیبام سرم خوراندی. خدیجه دخترم تو گفتی که اگه ما بریم تو چی خواد کردی همونطور نیست؟ بله. نه تو و نه بیادرایت مرا تنها ماندن نرین. شما تنها کسایی هستین که من در زندگیم دارم. البته که عروسی میکنین و میرین، اما زیاد دور نرین. درست است دخترم؟ درست است بابا جان، تو تشویش نکن. بابا سلام بچیم. خوب هستی؟
آها کم سرم دور خورد. صبر، ما باید فشارت نه نیاز نیست، من خوب هستم. سر تو وظیفت ناوقت میشه. 2 دقیقه زیادتر تال نمیخوره. بچم تو فکرت دکارت باشه، من خوب هستم. مرا ببین تو نان نخورده میری؟ ما در شفاخانه یگان چیز میخورم. اما حتما بخوری. فکرت تا خوراکت بگیر. درست است بابا، درست است. خداحافظ. اینجا چقدر کلان است، چقدر مقبول است. حالا که آمدیم خریدا میکنیم هموزه نیست؟ البته جانم، با سینما میری. کدوم فیلم است؟ دختر جان بلیاز خدا آزارم نته. بیبی بازم به خاطر تو سرم ناوقت میشه. بریم دیگه. گویی جانم میگه گویم دختر جان، من خواهش نفهمیدم. بیا نه. چی؟ یمو بچه نیست که دیدمش، روزگاره میگم. به خدا که اینجا آمده. با من چی جانم؟ من چطور کنم؟ حالا بریم. آی مام بریم لطفاً. چی میشه؟ خواهش میکنم بیا که مام بریم. جیرانی گپ نزن. بیا دیگه. دفعه بریم بار که ببینم. گپای ناق نزن. بیا. بسیار میبخشین. منابع بشری کجاست؟ او طرف است آقای محترم. آی به نظرتی کلا بریم خوب میگه؟ من میرم ملاقات دارم. خدا همراهت باشه، خدا کمکت کنه، خدا یارو یاورت باشه، خدا به آرزوهایت برسانه. درست است کلش آمین. بیبی 15 دقیقه بعدم اینجا هستم. ده پیش همین کلاه میباشی، فهمیدی؟ نمیشه، بسیار مفتون شدین. یک چیز بگویم میفهمیدم این لباس زیاد به تو میزیبه. آی بسیار زیاد برایتان میزیبه، واقعا مقبول شدین. آی خواهش میکنم مرا خجالت ندین. درست است بگم مامتتان تشکری میکنم. حالا بخیزن برن لباسا رو تبدیل کنین. حالا اگه دکاندار گیرم کنه باور کنین موی کنک میشم. برن دیگه دخترای مقبول. سلام. تو در اینجا کار میکنی؟ نه من مشتری هستم اما تو سیل میکنم. بسیار خوب، میخوای همراه ما کار کنی؟ بله. متاسف هستم. به خاطر تحویل گیری اجناس به یک شخص با تجربه تر نیاز داره. یک دوستم است که دکترا داره، او را استخدام کنین. مطمئن باشین که با دیپلمش پیشتان میآید. بیادر یک کسی را میخواین که مالایتان را تحویل بگیره. شما امیر میخواستین نی؟ خسته نباشین. خوش آمدین خانم مدیر. یک فروشنده پر انرژی و بسیار کارگر براتون پیدا کردیم آقای رول. داخل بیا دختر. لطفاً هر چیز زودتر اینا رو به کار استخدام کنین.
سلام آقا صالح. سلام. آقا صالح جان چی کدین کارا را؟ تاریخ نکای امیر جان تعیین کدین؟ متاسفانه نه. در 2015 کمی سخت است نمیشه. اگه قسمت بود در 2016 یا 2017 یا 2018 تعیین خواد کردیم. قسمت است دیگه. روز بخیر. به خاطر که مرا در کار گرفتین بسیار تشکر میکنم، اما ایام نیاز به کار داره. یعنی این بچه کارگر است. یعنی باور کنین راست میگم. ببینین صبحکی وقت میخیزه، سر کارش میایه، هرچی بتین میخوره، هرچی بتین مینوشه و ای همه تو یک بچه است. با نظم است، هوشیار است، با معرفت است. چطور گپ زدم ها؟ پرتو چکدم. تو را چی شده ها؟ میگم تو را چی شده؟ خودت میگفتی بسیار وقت میشه کار پیدا نمیتونم، بسیار وقت میشه چانسم خوابیده. حالا چی شده؟ من خو نفهمیدم. چرا خوش نیستی؟ من به خاطر کار پیدا کردن به تو ضرورت ندارم. تو چرا هر وقت مشکلات زندگی من مداخله میکنی دختر؟ تو چرا قسمی رفتار میکنی که مثلا مرا حمایت میکنی؟ من همه تو هستم دیگه. مگه من نجات دهندت نیستم؟ ببین کسی که تو را از شر او ویتامینا نجات داد کی است؟ مستم. حالا کسی که این کار برات فراهم کرده کی است؟ مستم. ببین بین من و تو یک رابطه خاص وجود داره. او را نمیبینی؟ میبینی؟ تو هر دفعه سر خود یک بلا میاری. باز من هر بار زندگی تن نجات میدم. این را خود قبول داری نه؟ حالا اعتراف کن. بچه‌ای را که 11 سال پیش از غرق شدن نجاتش داده بودم تو بودی. اعتراف کن. منکر نشو دیگه. حداقل این را خود قبول کن. سر قبر خود باش و همراه من عروسی کن. خوش آمدی لالا. خوش باشی. باز کجا رفته؟ امیر جان و جیلان هنوز نامدن. خدا میفهمه باز چی گل به آب خواد دادن. بنیامینم شفاخانه رفت. او را خود دیدم. خدیجه هنوز در اتاقش هست؟ نه وقت پایین شد. داشت بس خانه غذا پخته میکنه. غذا؟ میگم من حال دختر خانه استم. غذای شب ما تیار میکنم. بلیاز خدایی دختر در تمام زندگی غذا پخته نکرده. بیا زو حالیم نمیتونه لالا. توبه توبه. خدیجه مانده نباشی دختره. زنده باشی بابا جان. اوه چی یک پلو دم دادی. سعید بابا جان تو کباب مرغ خوش داشتی اما تو نیست؟ بسیار زیاد. عالیست. اما با تو هم سوس مخصوص جور کرده ایم اگه خوشت بیایه. والا عالی میشه با خدا. یک دقیقه صبر میره ببینم. چرا خنده میکنیم؟ به خاطر که خوش هستم. بر علاوه من خنده نمیکنم، لبخند میزنم. تو هم کمی لبخند بزن جانم، برات خوبه. ببین
احساس خوشی کردی نه؟ بر علاوه کوشش کو به لبخند زدن عادت کنی. کاش که بچه‌ای که 11 سال پیش زندگیش نجات دادم واقعا تو میبودی. یک کمی بدخوی، تنبل، بی سلیقه و بی نظم هستی، اما میتونستیم همدیگر خوب درک کنیم. میتونستیم با گذشت زمان همدیگر دوست داشته باشیم. دختر تو با این گپایت مرا دیوانه میکنی به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. یک چیز دیگه میاره نرمین. غذای اصلی آمد. خیر ببینی دخترم، بسیار خوشمزه معلوم میشن. نوش جانتان. خواهر این چی است؟ سلاته. سلاته چی؟ سلاته لبلبو و کینو است. در سرش به شکل بسیار زیبا کم گندنام ریزه کردیم. به خاطر خوشمزه شدنش در سرش ساس اصلی انداختیم. فهمیدم. این کینو دیگه چی است؟ ایره که میبینین سس سویا است و کدوی رنده شدام است و ایره که میبینین امو کباب خود ماست. خود ما؟ بله بابا جان، ما از غذای سرخ شده براتان ادامه تیار کردیم. دخترم این ادامه که میگی این امو فاصلیه خود ما نیست؟ نه اما جان، این غذای ژاپنی است. وای 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 وای. دختر من تنها غذای ترکی را نه، این غذای ژاپنی پخته کرده. من طرز تهیه‌اش از اینترنت گرفتم، بسیار زحمت کشیدم. آفرین. این غذاهایی را که در اینجا میبینین غذاهای ترکاری باب است و برای صحت بسیار مفید است. ولی بسیار مفید و معلوم میشه دختر ما. کم بود که گفتی بروکور یادم بره. زود پس میایم، منتظرم باشه. نرمین ما گوش نمیمونم. کلگی که خوابید به ما یک دو دانه تخم پخته کو فهمیدی؟ بابا ما میرم خواب میشم، درست است؟ بیشی بچیم؟ ما گوش نیستم. خیر است اگه نیستیم بیشی. یک زحمت کشیده دختر غذا تیار کرده. عیب است. به خاطر که او غذا پخته کرده حتما باید بخوریم، نمیشه این رقم خواب. به خدا من از این وضعیت راضی هستم. بعد از این ارزش غذای من بیشتر فهمیده میشه. بله کوفتام آمد. اول کی میخوایم از این شب چشه؟ وی ای چی است دی پایین؟ تو به خدایا. شب همگی بخیر. اینه شیرین و فرهادم بخیر آمدن. تو نگو بابا جان، دختر راستی فکر میکنه باز مرا اعلان نمیته. بچیم تا حال کجا بودین ها؟ حتما ده حوزه بودن بابا. بس است دیگه لالا. اتو نگو لالا بنیامین. امیر جان به شما بسیار یک سورپرایز خوب داره. نه که کار پیدا کرده. بله. راست میگی؟ جانم. تبریک باشه بچیم. تشکر. به خیرت باشه. هلا. تشکر. زنده باشه. بنیامین تو هم به بیادر تبریکی بته. هلا بشینین، خواهرت بسیار غذای خوشمزه پخته کرده، کلش بخوره. هلا تو غذای عادی نیست، کلش از اینترنت دیده و پخته کرده، بسیار مفید است. بسیار خوب. من سیر شدم، خدا برکت بده. کسی که دسترخوان آورده جمع کنه. تخم مرغ یادت نره. اما جان خیمه اینا را جمع میکنم. نه تو غذا پخته کردی ما جمع میکنیم، اتو نمیشه. بچه می تحویلی اجناس چرا خم یک کار هست ها؟ مالا دا تیلر میایه، مام دا بین فروشگاه توزیعش میکنم. خیلی وظیفه مهمی است. بله بابا جان. دفعه فکرت سعیده کارت بگی که باز اخراجت نکنن. خدیجه غذاها واقعا مزه‌دار بود، خیر ببینی. مخصوصا کباب مرغ که بود بسیار خوشم آمد.
نوش جانتان. جیلان؟ بله. تو امروز به امیر جان کمک کردی که کار پیدا کنه نه؟ زنده باشی. خواهش میکنم. از اینکه خودت هم کار پیدا کردی بسیار خوش شدم. یعنی به وقتی که پدرم برات داده بود نیاز نداری. حالا که پیسه به دست میاری میتونی بری. بله راست میگی جانم. بیازمام نمیخوایم بیشتر از این باره دوش شما باشم. درست است. دخترم تو گپ ایره با دل نگی. خدیجه هیچ کس خوش نداره. اگه بتونه بیادرایشون بیرون میکنه. تا وقتی که میخوایی میتونی باشی. تو بالای من اعتماد کو. بیاز تو عروس این خانه میشی. تو بالای نرمینمت اعتماد کو. ما که بخوایم تو پیش من میباشی. حالا دیگه تو اینا رو به آشپزخانه ببر. باز ما ظرفا رو میشویم. درست است. امیر جان اگه ای دختر از دست بیتی احمق ترین بچه دنیا گفته میشی. ای دختری است که آرزوی هر خوشویی از فامیلی جانم. فکرت باشه اجازه ندی که بره فامیلی. با نوای عاشقانه در پی وصل تو باشم به بهانه به ترانه لا 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 لا. با یک بغض عاشقانه میرسم من تا به دریا. چرا پس آمدی؟ موبایلم یادم رفته بود. ها برات قهوه آماده کنم؟ نه جانم نیاز نیست. دایی چی گپ پس جانم؟ من بسیار قهوه خوبش آماده میکنم. میفهمم که میتونی اما من باید زود بیدار شم. باز با او خاطر حال میخوابم. فردا اولین روز کاریم است دیگه. خودت میفهمی. فهمیدم. اگه حال قهوه بخوری خوابت میپره. به خاطر که فروشگاه فردا ساعت 10 باز میشه من که مستو کردن آوختر میرم. دمیل بس 9 بجه‌ای میایم. درست است. شب بخیر. شب بخیر. خداحافظ. خداحافظ. جیلان. بله. از اینکه امروز در ملاقات کاریم همراهیم کمک شدی بسیار تشکر. به خاطر تو تانستم اولین بار در این خانه سرما بلند بگیرم. من بسیار خوش شدم. بر علاوه من از تو تشکری میکنم. تو چرا تشکری میکنی؟ خب تو باعث شدی تا بتونم کار پیدا کنم. دیگه ای که تشویش نکو جانم. برای پرداخت قرض من زیاد عجله نکو. درسته؟ یعنی وقتی من تانستم پیسه جمع کنم یگان خانه پیدا میکنم و میرم. میری؟ کجا میری؟ نمیفهمم. تو یک جایی که برای مناسب باشه. دیگه ای که به فروشگاه نزدیک باشه. به هر صورت شب بخیر. شب بخیر. میگی کسی که من نجات دادم تونستی پس من پیش امیر جان واقعی ببر. اگه امیر جان واقعی را پیدا کنی باز چی میکنی؟ اگه اوم به وعده‌ای که داده وفا کنه همراهش عروسی میکنم.
دختر چرا طرف مردم دست تکان میدی؟ دیگه به چی منامت امیر جان؟ او بچه معروفترین آوازخانه پاپ است. صبح بخیر. خانم خدیجه تا حالا نامده؟ هنوز نامدن آقا. هیچ وقت قدر نوک نمیکردن. صبح بخیر آقا. مام همیالا به شما زنگ میزدم. رئیس صاحب شماره خواسته. راستی؟ تا میره دو دفترم بانس خیرت. شباس. بیا. رئیس صاحب من خواسته بودین؟ بچه در ای اتاق خیر از ما 2 نفر دیگه کسی هست؟ نه خیر رئیس صاحب. در اون صورت مرا رئیس صاحب نگو. من چند دفعه برات بگویم وقتی که ما تنها بودیم مرا پدر بگو. ما درکتون میکنم اما من در وقت وظیفه و فقط کوشش کو که گپای مرا بفهمی. به گوش هستم پدر جان. تو همراه او دختره بیچاره چی کار داری؟ کدام دختره بیچاره؟ مرا بیبی خدا لوده نساز. همراه مریشخندی هم نکو. خیر سواره کلان شدی هنوزم باید بستیلی بفهمانم. پدر درباره کدام کار گپ میزنی؟ ای مربوطه کار نمیشه. برای من خانم خدیجه با دیگه کارمندا هیچ فرقی نداره، اما اگه برای شما کدام فرقی داره بگوین. بچه سالاست که من همراه خدیجه یک جای کار میکنم. بیخی پدر و دختر وارد شده. از تمام مشکلات من میفهمه و میتونه درکم کنه. در شفاخانه چشمای من که باز کردم اولین بار او را دیدم. کارایی را که اولاد سکیم برم نکده او میکنه. تو میفهمی که این دختر چقدر برم عزیز است؟ من فقط به سلامتی این شرکت فکر میکنم پدر. حال تو رام گفته بودم شرکت و پول و پیسی تا تو به آرامش و خوشی پدرت فکر. پدر جان از نقشه های شوم خانم خدیجه تان خبر دارین؟ ها؟ میفهمین که شرکت چقدر به خطر انداختین؟ عشق چشمایتون بیخی کور کرده پدر، اما یک روز میرسه که پشت آرامش این روزایتان دق میشین. ایره براتون گفتم. بچه من همراه خدیجه هیچ رابطه نداشتم. میبخشین اما ایره باید برای من اثبات کنی. هیچ چیز اثبات نمیکنم. پدر جان اون روز با چشمای خودم دیدم که برش انگشتر میداد. بله اما او انگشتر مربوط او نمیشه. نه پس مربوط کی میشد؟ پس چرا به او میدادین؟ نظرش میگرفتم به خاطر که کس دیگه در زندگی من انگشترم به او میداد. یک دیگه در زندگیتون. بله. خب او کی است؟ بفرمایید. صبح بخیر. صبح بخیر. خوش آمدی ای جانم. صبح بخیر. یک دفعه داخل شدم انشالله که در وقت نامناسب نامده باشم. ها؟ نه خیر کاملا سر وقت آمدین. چه خوب عطر زده ای جانم. حالا جان پدر انشالله که این کار با خیرت باشه. باش که تو نباشی بابا جان. راستش بابا جان این از کجا کدی ها؟ نپرسی رو اهمیت گرفته. هنوز خوب پیر نشدی؟ ما مجبور شدم و پوشیدم. ولی از خدا لالا چرا میگی مجبور شدم پوشیدم؟ به نظر من برات میزیبه. نه میزیبه بچه ها. میزیبه. بسیار جالب معلوم میشه. چه قسم جالب معلوم میشه؟ یعنی منظورش ایست که شما را بسیار جوان نشان میده، تازه نشان میده. در این سن و سال نقل مجلس میشن. دیروزم پوشیدم امروزم قسمت بوده، اما 2 روز است که مردم منطقه و دکاندارا یک کمی لبخند میزنن و خوش هستن. چقدر خوب است. هوام گرم است. ایره که پوشیدی گرمی نمیکنی. حالا وقت نکن ایران بگی. ای چی است؟ برات نان و پنیر جور کردیم. نان و پنیر؟ بچه‌م در بین نان رومی و پنیر ماندیم. آب میوه کاکائو و کمی میوه خشک ماندیم. خیر و خلاص. بابا جان مگم من صنف اول هستم چرا اینا رو برام ماندیم؟ بچه‌م تو هنوز به کار کردن عادت نداری. در وقت کار گشنه میشی. وقتی گشنه شدی میتونی از اینا بخوری. دانه باسکو بچه. باز چی است؟ او دفعه که بریم دادیم کار نکرد. چرا باز میتین؟ آی بچه به خاطر خوردن 3 دانه برنج قدر جنجال میکنی. دانه باسکو خورد کردی؟ آفرین خدا قبول کنه. این دیگه چی است؟ آب از وقت رفتی از پرشت مندازم. فهمیدم.
بابا جانم مرا به مکتب روان میکنه، امین به امتحان کانکور تو هم بحث کردی. هلا تال نتی، در روز اول سرت ناوقت میشه. هلا تو چی میکنی دختر؟ کمی صبر میکردی که مبرامدم. من از کجا میفهمیدم که توی قایسا را میری ها؟ هلا چیزی نشده. هلا دیگه است رو خشک میشه بچه. بسیار مقبول میگه. خب چطور از تنگ خانه است؟ نه تنگ نیست، برعکس کم کلانم است دیدی؟ پس به کمیال تنگش کنم. نه همین خوب است، بسیار تشکر. پدر؟ بله بچه. اینجا چی هست؟ کدام برنامه کمر مکتب نیست؟ فهمیدم نه؟ بچه ساده، حالا وقت رسیده که حقیقت برات بگویم. خانم موگر میشناسی نه؟ کم از کم 1 سال میشه که ما و خانم موگه با در 9 ماه آینده فکر 1 سال میشه. پس دمو تاریخ عروسی ما. بله، چقدر یک فکر خوب کردی. خوب پدر.